یک ویروس خردکک توانست تمام دنیا را به لرزه درآورد. یک ویروس خردی که آن را در زیر میکروسکوپ دیده می شود. از ترس آن مردم مسلمان و غیر مسلمان همه به دهشت افتاده اند. مکتب‌ها و مسجدها، کارخانه‌ها و دیگر جایهای اجتماعی را متوقف کرده است. همین یک ویروس خردکک بزرگترین و بایترین شهرهای دنیا را به شهر مردگان تبدیل داده است. انشاءالله به اذن خداوند این وضعیت رو به بهبودی می آرد و همه چیز به حالت اولی برمی گردد، چون که رحمت الله بی پایان است و ما همه به رحمتش امیدوار هستیم. اما این حادثه ویروس برای تمام بشریت درس بزرگی بود. درسی بود که انسان بداند که با وجود پیشرفت دنیا خداوند قادر است که تمام دنیا را از بین ببرد. بله، خداوند قادر است که با یک ویروس خردکک تمام دنیا را زیر و رو کرده به لرزه درآورد. درسی بود تا بشریت بداند که در برابر الله مقتدر ضعیف و ناتوان است. ای فرزند آدم، اندازه و حجم خود را بشناس. خداوند می فرماید استعیذ بالله و خلق الانسان ضعیفا، یعنی و انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده است. تنها خوشبختی ما در بازگشت به سوی الله مهربان است. برادران و خواهران عزیز، بیایید به سوی الله مهربان بازگردیم. توبه کرده بازگردیم از همه گناهانی که انجام داده ایم و گناهانی که تا حال انجام میدهیم ولی در فکر توبه کردنش نیستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.